جا می توانم سوال هایتان را بگیرم خواهرام. خواهر حلیمه سوالتان را بدهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم استاد السلام و جان رحمت من الله و باشه. برکاته. ها شما بفرمایید. استاد جان سوز انشالله. دو الحمدلله. سوال داشتم استاد جان. آدمایی که در حالت حیض خواندن قرآن رو اجازت میدهند و از کجا دلیل میگیرن و یعنی که اونها گناهگار میشوند؟ همین رو میخواستیم فهمیم. کی گناهگار میشود؟ یعنی که هستن استادایی که در حالت حیض میگن قرآن خواندن ممکن است. یعنی که درس باشد، ضروری باشد. در مسئله حیض گفته گذشته بودیم خواهرا که در ما در 4 مذهب برای زنی حایضه قرآن خواندن حرام است. مکروه هم نیست، حرام است، تماما جایز نیست. یگانه به خاطر دیر نشدن درس شاگردها در مذهب امام مالک، معلمه اون هم از قرآن نه، از یادش کم کم کلمه به کلمه میتواند گوش کند و خطاگیش را اصلاح کند. و دلیلشون هم یعنی دلیل مذهب امام مالک به خاطر درس ها نرفتن است. اما دلیل جمهور اولا حدیث پیامبر است که حدیث در صحیح هست که این قرآن را لا یمسه الا الطاهر میگویند، یعنی این قرآن را به جز شخص طاهر کسی دست نزند. چیز دیگر حدیث حضرت عایشه است در بخاری که میگویند من وقتی حیض بودم پیامبر به من تکیه کرده قرآن میخواندن. یعنی معنایش این است که من نمیخواندم، پیامبر تکیه میکردن. اگر به قرآن خواندن به حضرت عایشه جایز می بود این هیچ معنا نداشت. این حدیث من حیض بودم و پیامبر به من تکیه کرده قرآن میخواندن و فقط به خاطر درس شاگردان نرفتن و در حاضر زمان به خاطر بعض طالب علم اگر قرآن نسپاریدن از امتحان میافتن، 1 سالشون میگذرد، 1 ماه و 2 ماه میگذرد، به خاطر ضرورت این را اجازه میدن، نه به خاطر خوانده ثواب گرفتن. استاد جان دویم سوالم هم بود که ما زنان مسلمان یک جمعه شینیم یک مسئله چی بود گفتیم که وقتی که ما این طالب علم هستیم یک شایدی دادن در کار، یک کمی شوهری خودمون در خش تواری داره و مردکم ده زنشون من در خریب ایرنگی اپا خوهر شوهر هم خیلی گپایی به شرمی گفتگیان. من میتونم که شاهد گذارم برای که بعد گوش خودم فهمیدگیم من ده همین ضرور است یا که علم گرفتنم و آدم خطرناک است. من سوال رو تماما نفهمیدم خواهر حلیمه، راستی گم. دویم سوال هیچی نفهمیدم که شاهدی از کجا میگذاری. یعنی که من شاهد گذاشتم میتونم گپی را که من فهمیدم برای چی شاهد میگذارید؟ نه شما از این شاهد گذاشتن چی به دست می آورید؟ هیچی، خط در اینجا نگذارید. وقتی که هیچی فایده ندارد شما شاهدی زمان انسان میگذارد که اولا او فریاد کرده شود برای شاهدی، دویما برای اینکه یگان مفسده رو از بین برد، یگان چیزی که خیلی خطرناک است از بین برد. وقتی شما چیزی رو میگوید که فلانی تو رو این گونه گفت و گویا که یک حیات یک نفر رو نجات میدید، یک عائله رو، چیزی دیگر، اما از گفتن شما هیچ جا تغییر نمییابد و همه میداند که او بدزبان است، و از گفتنتون فقط یک طرف میسوزد یا گفته معامله دو کس ویران میشود، این فتنه‌گری میشود. اینجا هیچ فایده ندارد. نه همه چیزی که شنیدی باید بگویی. بله بله آدم خطرناک است. جزاکی خیر استاد جون. و یکم خواهر مریم نظرزاده شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. 3 سوال داشتم اگر اجازه باشد پرسم. کوتاه بدید. یکم سوال این است که شخصی که به بهشت میرود میتواند کسی خواهد قطیش به بهشت داخل کند؟ نمیتواند. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت هست، ما به آن ایمان داریم، اما شفاعت به اذن الله می شود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه میگویند خودت را از آتش جهنم نجات ده، من به تو هیچ کار کردن نمیتوانم. تا الله اجازه ندهد شما هیچ کس را به جای برده نمیتوانید و این باید اعتقاد هر مسلمان باشد که به امید کسی نباشد یا من فلانی را به جنت میبرم این گونه به خود یک قاعده رو بگیرد. ولی
در ما حدیث است که حدیث شفاعت از شهدا شفاعت میکنند. کودکی که به بلاغت نرسیده مرد شفاعت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنند. در بعضی روایت ها حافظ قرآن شفاعت میکند، به شرط به اذن الله، اگر اجازه بدهد الله. دویم سوالم این است که کودکایی که پدر و مادرشون کافرن و در سن به بلاغت نرسیده میمورن، حکمی باید چیزایی؟ حکمشان در نزد الله است خواهرم. الله یعنی الله میداند که آنها کلان شوند چی میشدند. بعضی روایت ها هستند که آنها اهل فطرت هستند، داخل جنت میشوند. بعضی روایت ها است که نه، آنها از زمان پدر و مادر کافر خود هستند، اهل دوزخ هستند. بعضی روایت ها است که آنها در خدمت مسلمان ها میشوند. ولی به من و شما، به فکرم به ایمان من و شما هیچ فایده ندارد. الله اعلم بما کانوا یصنعون بهترین جوابش. الله میداند که آنها چیکار بودند، کلان شدند چی میشدند، به آن نگاه کرده آنها رو حکم میکند. سیم سوالم اگر شخصی نباشد در کدام مدرسه تحصیل کردگی هستی؟ در مدرسه نه، در دانشگاه ازهر خواندگی هستم خواهرم تا 10 سال کامل الحمدلله. ماجستری در فقه مقارن هم آنجا خوانده بودیم، ولی بعدا مشکلی ها شد بیرون برآمدیم. بعدا در ترکیه خواندم 4 سال، آنجا هم در رشته فقه مذهب حنفی. هنوز هم در پی درس خواندن هستم. در تاجیکستان اکنون رو هم بگویم با استادا خفه نشوند، در اشت در ما مدرسه متوسطه بود، نو شروع شده بود، 2003 بود خطا نکنم، که در آنجا هم 2 سال خوانده بودیم. یعنی اولین قدم ها بود که الله حفظ کند. بعضی از استادایی که سهم گذاشتن که همین گونه به علم قدم مونده بودیم. اما اساساً چیزی که خوانده یعنی مصر بود و فقط دانشگاه ازهر نبود. اونجا در نزد استادها، در نزد مصطفی ادبی هم 4 سال استاده بودیم، همراه شوهرم در درس اشتراک میکردم. باز در درسی ام عبدالرحمن، استادای حفظ و استادای تصحیح که درس عقیده هم میدادن، در سعودی خونده بودم. باز در درسی شیخ ابو اشبل کتاب های سنن را، کتابی سنن سته را یک مقدار خواندگی هستم، پورا نه، ولیکن تا حاضر در دوام تحصیل هستم الحمدلله. ماشاءالله. همین چیزای آموختگیتون رو به من هم آموزونه. ما در درس هستیم همیشه خواهر مریم. الحمدلله 5-6 گروه هست، گروه های درسی که در آنجا خواهرها چند سال است، 4 سال است که تقریبا ما به یگان استادن در یک هفته 3 باری با هر یک گروه درس داریم. خواهر سریا بفرمایند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله خواهرم بفرمایید. استاد جان سوال ما درباره طلاق بود. خواهرچه من همین شبههایی که برای خواهرچم در بین اویلادوری رفته است به حد ما دعواییم در تشویشیم. خواهرچه من در یک بعد از شوهر کردم، گویم شوهرش نرکمان بود، هم دوست بود نرکمان بود. وقتی که اونها خواستن روسیه بیاین، شوهرش در تاجیکستان موند و خودش روسیه گذشت. یعنی که در ایرپورت شوهرش نموندن گذشتنی. گویم که شوهر در تاجیکستان موند و کتی پسرچش آمد، هم ما اویلوی در همین روسیه در یک جیم هم بعد این آمد و بعد از 2 سال از یک مولوی فتوا گرفتن که شوهر کردنش درست است. یعنی که جنگ و جنجال های زیاد شد، خرخشه های زیاد شد. دیگر گفت که من قطعی وای نرکمان زندگی نمیکنم، اذیت زیاد میتیم، مول و احوال من همه دزدید. بعد همون مولوی اجازه داد که شوهر کردنش درست است. بعد از 2 سال جدایی شوهر کرد خواهرچه من به طلاق شوهر یکم. حوزی همین شروع و آقاهایی که حوزی رکم شنیدیم که زندگی این حرام است. 9 سال شد زندگیشون. بعد من گفتم که وزیر ما استاد جان میپرسیم که ما در چی مصلحت میکنیم. آخر خواهر سریا آخر از یک مولوی نه، در این مسئله باید از چند عالم باید بپرسید. یک مولوی سخنش رو گرفته انسان شوهر نمی کند،
و این یک بلا اومد بالای زنهای ما. من نمیدونم با کدام فتوا وقتی شوهر کردنی میشوند کی با اونها فتوا ندید و مولوی بود گویان شوهر میکنن. همین 2-3 روز پیشم بود خواهرک میگه که من کودک دارم اما من به طلاق شوهر کردم. وقتی که 1 سال شوهرم با من جنگ کرد و گپ نزد به من گفتن که تو طلاقی. طلاق در دست شوهر است. اگر نرکمند باشد و دزدی دیگر باشد هم مادامی که از او پسرچه کرده است خواهر شما و بعد از بررسی آمدن از هم جدا شد تا و جدا نشده بود در ایرپورت او را نماندن با همین اینها با هم جدا شدن. نه اینکه به خاطر اون دوزیش پیشتر این جدا شده باشد. در اینجا نکاحشون درست نیست. 9 سال گذشته باشد هم باید که از این شوهرش جدا شود، از آن طلاق بگیرد و عده انتظار شود، از این هم عده انتظار شود، بعد از این با این از نو نکاح کند و ازدواج کند. تماما درست نیست. همون مولویه که گفتگی هستم از این جدا می شود. از این که نکاحش تماما با شبهه هست چون طلاق نگرفته بود از و شوهر، از این عادی جدا می شود. از آن به خاطر با شبهه با این زندگی کردن باز عده انتظار می شود. 3 حیض از این عده انتظار می شود. آن شوهر رو از کجا نباشد یافته اگر زنده باشد طلاق می گیرد. از آن هم با 3 ماه عده انتظار می شود. در این 6 ماه عموما با شوهرش همچون محرم نزدیک کردن ممکن نیست. خیر صحبت کند چیز نیست و همچون محرم بعد از این با این از نو نکاح می کند. استاد جان حاضر اکنون 9 ساله که همین زندگی کرد در زینا داخل می شود. دیگر از شبه است. خواهرم من در همین چیز رو میدونم که زندگیشان همه شبهه بود و با فتوای کی این زندگی رو کرده باشد گناهش به او برمیگردد. خواهرتون هم از گناه دور نیست. از یک نفر نه از چند نفر باید پرسی. امروز ما فقط یک مولوی نداریم. 9 سال پیش هم فقط یک مولا نداشتیم. ما وقتی شوهر کردنی میشوند چرا فقط سخن یک کس گرفته اینقدر به گناه کبیره دست میزنند؟ خیلی مشکلی کلان، خیلی خطری کلان است. این یک خواهر شما چند زن در این حالت است. نمیدونم فتوا را از کجا آوردگی هستن که یک مدت دور شد، 6 ماه دور شد، 1 سال دور شد، 2 سال دور شد دیگر تمام من طلاق افتیدم. طلاق تا شوهر طلاق ندهد یا یک قاضی شرعی از نام شوهر تو رو طلاق ندهد طلاق نمی افتد. ما قاضی شرعی الان نداریم. تمام سودیا از روی قانون‌های دموکراتی زمینی خبیث کار میکنن. برای همین مجبورش میکنی اول طلاق میگیری، عدت رو انتظار میشوی، بعداً شوهر میکنی وگرنه زندگیت حلال نیست. فرمایش استاد جان نام جزاک و یکم خواهر عبدالله بفرمایند. عبدالله نوشته خواهر بفرمایند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دارم استاد، علم آموختن برای چه فرض عین و برای چه فرض کفایت؟ علم هایی که خواهرم شما رو برای انجام دادن فرض راهنمایی میکند مانند دانستن شرط های نماز، باطل کننده های نماز، دانستن شرط های روزه، زکات، لباس اسلامی، آن چیزی که کردنش فرض است آموختن آن فرض است. اما اون چیزی که کردنش فرض نیست مانند که بعضی موضوعهایی که تفصیلی مثلا درباره چیزهایی که برای شما فرض نیست گفتیم بعضی سنت ها بعضی مستحب ها آن برای شما فرض کفایه است. اما هر یک مسلمان باید در نماز چی چیز نمازش را باطل میکند، کدام چیزها فرض نمازش است، چی چیز طهارتش را باطل میکند، چی چیز فرضهای طهارت است، وقتی حج میروی فرضهای حج چی هست، وقتی تو مسلمان هستی چی چیز حرام است چی چیز حلال است، اینها رو دانستنش برایش فرض است. استاد جان یه سوال دارم که برای مسئولیت ما که علما در راه من شامل دفته جنی اینها چطوری انسان ها هستن که دوام دادن من این رو از خودشون میپرسید خواهرم. این رو از خودی آنها میپرسید که شما چه خیلیت که دوام دادن نتوانستید، نه از من. خواهر مهیا سوال بدیم و یکم خواهر مهیا سوال بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان و فرزندان یتیم بعد از پدرشان گذشتن فرزندان خودم من و در خانه همین شوهری گذشته‌ام زندگی میکنم و بعد 4 سال شوهر کردم دویم آیله شده
حقی و نفقه فرزندان من و تدامی هاشون به فرض که طلب کنم شوهرم یا اینشان میگن و برواشو اما کش های کو میگن اینشان خانه دادیم شوهر کدی کو گفتاسیان همون به من اکی طلب کردم. خواهرم نفقه کودک همیشه از مال پدرش است. نفقه کودک از مال پدر خودش است، نه از مال شوهر مادر. اگر از شوهرتان مال مونده، میراث مونده باشد، از اون برایشان نفقه میکنید. اگر اون نفقه وجود نداشته باشد، در اینجا بابایش، عمکش، خویش و تبار نزدیکترین شوهر تا به بلاغت رسیدن فرزندان شما رو باید نگاه کنند. ولیکن اگر شوهر شما مردی کرد و همچون یتیم نگاه کرد، البته اجره کفالت یتیم رو میگیرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از حضرت خدیجه فرزند داشتن، هم از ام سلمه فرزند داشتن، ربیب داشتن. یعنی و یکم خواهر ربای همین که کفایه کنیم. خواهرم چی نوشته است؟ خونده نتونستم این فامیله رو، خطا نوشته. مریم جان شما بفرمایید. ها شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم خوب باشید. علیکم السلام، بفرمایید. روزم بپرسم چند سوال داشتم. اسپند روز کردن ممکن است اسپند؟ اسپند رو به خاطر گیاه و میکروب کشتن باشد یک گیاه هست، اما به خاطر چشم رو از بین بردن که در جای مخصوصا فقط برای عروس و برای کودک نوتولد شده که چشم رو از بین برد میگن، اون شرک میشود. اما به خاطر اینکه میکروب رو میکشد، دود کردن با که ندارد. همچون یک گیاه، مثلا قسط هندی گیاهی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای 7 درد درمان گفتن. یک نمودش او رو دود میکنید، از دودش استفاده میبرید. اسپند رو به خاطر دود ممکن است، اما به خانه ها آویزان کردن مخصوص برای چشم رو دور کردن به خانه نو، به اطراف عروس کودک شرک است، درست نیست. برای گریپ؟ برای گریپ بکن است. پیش از شام، یعنی پیش از افطار 10-15 minut پیش حیض شدی روزت میشکنه؟ روزت هم میشکند، قضا هم میگیری. اما ثواب آن روز هم هست، لیکن قضا میگیری، روزت هم میشکند، حتی 1 دقیقه پیش باشد. از نماز خواندن فهمیم که لباسمون به نماز است. از سر نو خوانیم نماز. در مذهب حنفی اگر هنوز وقت داشته باشد از نو خوانید، اما در جمهور هنوز وقت داشته باشد هم شما که ندانسته خواندید، هر چیزی که از روی فراموشی است بخشیده شده است نمیخوانید. اگر نخواندیدم باکی نیست. وقتش گذشته باشد قضا خوانیم؟ نه قضا نه. وقتش گذشته باشد در 4 مذهب نمیخوانید و انشالله همچون نماز حساب میشود. یک سوال دیگر، در همین نماز پیش از سوره فاتحه با بسم الله شروع میکنیم، در دیگر سوره ها هم با بسم الله میگیم؟ آره، همه سوره ها با بسم الله آمده است. همه سوره رو بجستابه با بسم الله شروع میکنید از اول اگر شروع کردید. در نماز خوندن؟ آره در نماز کدام سوره رو از اولش خوندید با بسم الله شروع میکنید. از نصفش خوندید نه. خواهر مریم جان بفرمایید. و یکم خواهر مریم جان نوشته که شما بفرمایید. خواهر نیسا شما سوال بدید کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان انشاءالله خوب باشید. الحمدلله، بفرمایید. آواز ضبط نمیشه؟ هست صداتون، بفرمایید. نه ضبط نمیشه. ضبط میشه، برای ضبط باشه سوال ندهید. خواهر ریانه بفرمایید. خودش در ضبط رفته استاد است. خواهر که همیشه ثبت رفته استاد است، برای همین سوال ندید. خواهر که میگید نمیخوام ثبت باشه. ریانه نوشته که شما بفرمایید. استاد نیستم. بیالی خواهرک نمیخوایی زد شما میگست؟ میکروفون محکم کنیم خواهرام. نیستن. دلارا شما بفرمایید. خواهر دلارا هستید؟ بفرمایید. السلام علیکم سوزا جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزا جان سوال من درباره همین غسل است. بعد از همخوابگی
باید که حتما هنگام همون غسل در پوست سر آب رسد. آره فرض است. و همین سر من بسیار درد میکند. همین سبب شمال خوردگی باشد چی باشد بسیار توبت گرفتم اما فایده کردگی نیست. هر باره که همین سرم رو تر میکنم خشک میکنم سرم بسیار درد میکند. میتوانم که من محض کشم همین مویم رو پوست سرم رو تر نکنم. اگر بیمار باشد برای بیمار مس جایز است خواهرم. همچون بیمار نه همچون که اجازت است. همچون بیمار حتی دستتون دایم درد کند آب رسد شما میتونید به دست مس کشید. مس جبیره داخل می شود. اگر در حقیقت بیمار جدی باشد و گفتید که به من خیلی ضرر دارد در اینجا واتقوا الله ما استطعتم به قدر توان شما عبادت ها رو انجام می دهید. غسل هم همچون عبادت حساب می شود. در اینجا جایز است اگر گفتید جدی بیمار هستم. اما گفتید نه خشک کردم یا احتیاط کردم با که ندارد البته تقوا کنید بهتر است. نه در حقیقت تمام در اینجا جایز است انشالله اگر بیمار باشید. خواهر ام یاسمین شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان امی خوشتامم چند روز باز شد امی سوال ما رسون میگن در یوشیشون امی شوهرشون در خانه نگاه بین میکردین بعد همو زنک همو لباسایی که پیشتر میموندن که سرای هم کمپیوتر سفید میکردیم همو میگه یک بخچه جمع شد بعد وفات کردن هوای همه لباسا را خوشتامن من استفاده بودگی انا حاضر اگر مثال هم اسلام میفهمن میدونن میگه همو بازینده بدنم خیر کنم صدقه کنم پوشه که اثرم ساقط شد من نپرسیده و یارا گرفته استفاده بودگی نپرسید گرفته بدن. بله زنک وفات میکنه. وای زنک میراثگیر دارد که دختر دارد پسر دارد یا هیچ کس نداشت؟ نداشت هم به فرزند بود. به فرزند بود. شوهری یعنی خسور شما برادرش میشود داره؟ بله تمام از او اجازت گیرند همین چیزی که از مرده میماند خواهر و به میراث میرود. از مرده چیزی رو نمیپرسید از میراثگیراش میپرسید. اینجا برادرشون فقط میراثگیر باشد از تمام برادرش میپرسند ان شاء الله شوهر خودشان است راضی میشوند با که ندارد. شوهرشون هم مرده باشد بخیر است. یعنی تقریبا یقین داشته باشید که راضی هستن و یگان طلا و پول نه فقط دو سه لباس است. خیر گفتن به هر حال شبهه دارن پس مقدار همون مبلغ یا همون مقدار لباس رو صدقه کنن ولیکن ان شاء الله شوهر خودشون که به همچون میراثگیر حساب می شود باکی نیست. یعنی در گناه نیستن ان شاء الله. و ایاکم ام صبریه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ام صبریه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان یک سوال داشتم. یک روز در ما جای کار وسوی که نماز خواندن در چی کسه ما رفتم یک شخص اومد و خرید کرد. ما خیلی خدمت کردم 100 روبل زیاد حساب کردم. وقتی که ایست اومدم 100 روبل زیاد گفتم هیچ چیز داشته خرده بشه. وقتی ایست اومدم یکی دایتم خیلی بودیم برای حساب کردم از پشتش برو اومدم خیلی سندو کردم که همه آدم ما نیفتم. چون ما همه صاحب کردم گفتم خیلیشتی میگم آدم خیلی اومد گفتم مقصد برگردنشه و ایسته برنگشته در این حال من چه قدر میکنم. شما خواهرم وقتی که پول کمی کلان است و میدونید که اون طرف راضی نیست همیشه عزم کنید که همون پول رو وقتی دادید برمیگردونید. اما علاج برگردوندن نیست. گفتید اگر مسلمان باشد از نام او خیر کنید. حرفم بس باشه ان شاء الله میشه. آره. نماز شام چند چیز داره وقتی داره خواندنش؟ نماز شام تا روشنایی اطراف آسمان از بین رفتن در هر دولت هر خیل است. تا روشنایی اطراف آسمان از بین رفتن. جزاک الله خیر.